خداوند جل جلاله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث می آورد که در تحت عرش خداوند جل جلاله یک شهر، یک مدینه خلق کرده است که در درون همون شهر 70 شهر دیگر می غنجد و هر یک شهر از همون 70 شهر بدگی 70 برابر از همین دنیای ما و شما وسیع‌تر و کلانتر است. همه همون شهرها پر از فرشته ها هستند. فرشته های خداوند جل جلاله همون 70 شهر که همه 70 برابری دنیا کلان هستند، ذکری اونها چی است؟ اللهم اغفر لمن شهید الجمعه، اللهم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعه. ذکر اونها همین است که ای بار خدایا پروردگارا مغفرت بکن کسی را که در جمعه حاضر می شود. خدایا مغفرت بکن گناههای او بنده را ببخش که در نماز جمعه حاضر می شود. خدایا مغفرت بکن گناههای او بنده را ببخش که غسل میکنه در روز جمعه. برای نماز جمعه آمدن، البته که غسل کردن در مذهب ما و شما، مذهب امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه، این چی است که سنت است، اما در دیگرها واجب است. حدیث رسول اکرم اونها دلیل میکنن که رسول اکرم گفت که غسل الجمعه واجب علی کل محتلم. غسل روز جمعه واجب است بر هر یک شخص بالغ. کسی که به بلاغت رسیده باشد غسل روز جمعه برای او چی است که واجب است. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند. خداوند در این آیه در اخیر همین را گفت که این چی است که واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. بعد از نماز جمعه پریشان شدن ذکر خدا را بسیار کنید شاید که شما رستگار شوید. جنازه چی از ذکر خدا هست، دعا در حق میت است. کسلی را خبر گرفتن هم چی است، در اوجا رفتن یکی از امرهای اسلام است. یا مثلا به پیش یک عالم، یک دوست خدا زیارت رفتن، این هم چی است که از واجبات ایمان است که رفته در اوجا خدا امر کرده که فاسألوا اهل ذکر، شما سوال کنید وقتی که کدام مسائل شما ندانستید.